4 اپریل در شهر سمرقند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فورум آسیای مرکزی در برابر مشکلات جهانی اقلیم متحدشوی برای شکوفایی عمومی اشتراک و سخنرانی نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که جهان امروز با مشکلات تغییریابی اقلیم روبرو است و منطقه ما نیز از این استثنا نیست. تأکید گردید که عاقبت‌های فاجعه‌بار تغییریابی اقلیم به اقتصادیات و اکوسیستم‌های کشورهای ما ضرر کلان رسانده به حیات آدمان تهدید می‌نماید. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از حجم سالانه مبلغ‌گذاری برنامه‌های اقلیمی در تاجیکستان یادآور شده تأکید نمودند که آن بیش از 400 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و در صورت پیامدهای بزرگ این رقم به 1.5 میلیارد دلار میرسد. اظهار کرده شد که در چنین شرایط تنها سعی و کوشش‌های یکجایی کشورهای منطقه و دستگیری جامعه جهانی برای برطرف سازی این مشکلات به ما کمک میرساند. با تاکید سرور دولت ما دوام 20 سال اخیر برنامه‌های مربوط به آب و اقلیم پیشنهاد نموده تاجیکستان در عرصه جهانی فعالانه تطبیق می‌گردد و ضمناً به مسائل تغییریابی اقلیم و استواری اکولوژی توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. قبول 14 قطعنامه دخلار مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشبث تاجیکستان برای نائل شدن به هدفهای هماهنگ شده گلوبالی در ساحه آب زمینه مستحکم گذاشت. اظهار داشتند پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و تاکید نمودند که تشبث‌های جهانی ما اینچنین برای تطبیق هدفها از جمله هدفهای روزنامه رشد استوار برای تا سال 2030 مساعدت نمودند. دوره تاکید کرده شد بین انرژتیک و تغییریابی اقلیم رابطه زیج وجود دارد و رشد انرژتیک سبز میتواند قدم مثبت در راه حفظ اقلیم باشد. ذکر گردید که در تاجیکستان حالا 98% نیروی برق تا سال 2032 پورا به استحصال نیروی برق از منبع‌های برقرار شونده انرژی می‌گذرد. تأکید کرده شد که پیریخ‌های تاجیکستان منبع اساسی ذخیره‌های آبی منطقه می‌باشند و 60% آبی آسیا مرکزی در حدود کشور ما تشکل می‌یابد. دایر به اهمیت مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم سخن گفته سرور دولت از آبشوی پیریخ‌ها از جمله کاملا آب شدن حدود 1300 عدد از 14000 پیریخ حدود تاجیکستان در 50 سال اخیر اظهار نگرانی نمودند. با تاکید پرزیدنت کشور این حالت تمایل خیلی تشویش‌آور میباشد زیرا پیریخ‌های تاجیکستان تنها منبع آب برای منطقه نبوده در نگهداری اقلیم منطقه نیز نقش مهم می‌بازند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ابتکار تاجیکستان سال 2025 را سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها و 21 مارس را روز جهانی پیریخ‌ها اعلان نمود. اظهار داشتند سرور دولت محترم امامعلی رحمان و یادآور شدند که در اساس این قرار مهمه سال روان در شهر دوشنبه نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پیریخ‌ها دایر می شود و این باز یک نقش نظررس تاجیکستان در روزنامه جهانی اقلیم خواهد بود. از اشتراکداران همایش برای اشتراک فعالانه در کار کنفرانس دوشنبه و در مجموع برای سهمگذاری در حفظ پیریخ‌ها دعوت نموده پرزیدنت کشور اظهار اطمینان نمودند که نتیجه های کنفرانس دوشنبه و سعی و کوشش یکجایی کشورهایی که در کار آن اشتراک می نمایند بی‌شبهه برای برگزاری موفقانه کنفرانس کاپ 30 در برزیل در آخر سال روان نقش نظررس می‌گذارند. استفاده تکنولوژی‌های معاصر کم مصرف و مناسبت احتیاطکارانه به آب چون منبع مهمترین حیات شرط اساسی کم کردن تلفات آن شمارده شد. در این ضمن از جامعه بین المللی دعوت کرده شد که به مسئله افزون نمایی مبلغ‌گذاری چاره‌های مربوط به حفظ اقلیم و رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی به کشورهای آسیب پذیر به خصوص کشورهای رو به ترقی تدبیرها بیاندیشند. جای تاکید خاص است که موضوع ساختمان و کار درآوردن نیروگاه راهن برای حفظ اقلیم تامین امن و ثبات و رشد استوار منطقه کنون در سطح جهانی صدا می‌دهد. ضرورت و اهمیت بزرگ این موضوع از جمله در سخنرانی‌های پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین در هر دو همایش سطح عالی روز 4 اپریل سال 2025 در شهر سمرقند واضح و روشن تاکید گردید. کنون این ضرورت نه تنها از جانب تاجیکستان بلکه از جانب پیشروان جهانی امروزه تاکید می‌گردد.
یعنی نه تنها اعتراف می شود بلکه تاکید می گردد که نیروگاه راغون چون منبع نیروی سبز برای کل منطقه آسیای مرکزی و آسیای جنوبی اهمیت حیاتی دارد. У всех стран Центральной Азии есть огромный потенциал для использования возобновляемой и устойчивой энергии. Энергия ветра, солнца, воды, геотермальная энергия. Именно поэтому Европейский Союз инвестирует в чистую энергетику во всем регионе. Например, надо упомянуть Рагунскую ГЭС в Таджикистане и Камбаратинскую ГЭС в Кыргызстане. Эти ГЭС произведут достаточно энергии не только для своих стран, но и на экспорт для всей Центральной Азии. Они обеспечат энергией новую стратегическую промышленность, например, переработку сырья. Они помогут обеспечить электричеством наши транспортные маршруты, о которых мы тоже сегодня уже говорили. Они помогут производить чистый водород, который, возможно, будет экспортировать за границу. Таким образом, эти проекты принесут пользу всем. Они обеспечат нашу энергетическую независимость, улучшат торговые отношения, и они принесут пользу всей планете в целом, помогут защитить ее климат и ее природу.